استعرض التاريخ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حمد و ثنا بر پروردگار جهانیان، درود و سلام بر سید پیامبران محمد و اهل بیتشان و تمام صحابگانشان باد. ما شما را با سلام اسلامی مبارکباد میگوییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مع قضیه من قضایا المسلمین. ما از این ملاقات با شما شادیم و می‌خواهیم یکی از مشکلات مسلمانان را بررسی کنیم. امروز ما می‌خواهیم درباره مشکل فلسطین و مسجد الاقصی صحبت کنیم. انما يجري في بلاد المسلمين بعامه. ما از حادثه‌های در کشورهای اسلامی و به خصوص فلسطین رخ داده خیلی اندوهگینیم. الا ان الذي هو اشد منه وانكى. وضعیت در آنجا دشوار است، اما راه حلی برای فلسطین پیشنهاد شونده از این وضعیت دیده دشوارتر می باشد. عندما ارسل الله فينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقتی که الله محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان پیامبر فرستاد و کتابش را نازل کرد، او به ما واجب ساخت که در کارهایی که در زندگی به آن روبرو میشویم به روش معین پیروی کنیم. ولنا اسوة حسنة. ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم و آنهایی که با ایشان بودند نمونه زیبا داریم. وقتی که آنها گواهی دادند که هیچ معبود جز الله نیست و محمد پیامبر اوست، افکارشان عاید همه چیزها دیگرگون شد. قرآن کریم بیان میکند که چگونه مسلمانان به حل مشکلاتی که دچار آن بودند آغاز کردند. الله متعال میگوید: آنها از تو میپرسند که برایشان چیها حلال هستند. آنها از تو میپرسند که چی را انفاق کنند. آنها از تو عاید ماه‌های نو میپرسند. آنها از تو عاید جنگ در ماه حرام میپرسند. آنها از تو عاید حیض میپرسند. همه آنهایی که دعوا میکردند که هیچ معبود جز الله نیست، ایمان آورده بودند که حل مشکلات را باید در وحی‌های الله سبحانه و تعالی جستجو کرد و ان یبحث عن الحلول من خلال ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الامر در مورد قبول قرارها عاید به مسئله‌های مختلف در کشورهای اسلامی در عین زمان چنین برخورد کاملا وجود ندارد. وعندما نعود الى قضيه الاقصى نجد وقتی که ما به مشکلات مسجد اقصی نظر می‌اندازیم، می‌بینیم که آدمان برای حل این مشکلات به رژیم‌های موجوده، سازمان‌های بین‌المللی، لیگ کشورهای عرب و غیره روی می‌آورند. المسلمین فی منطقتنا الى جامعه الدول العربيه وغيرها. فلو توقفنا قلیلا. اما اگر ما به حادثه‌های رخ داده نظر کنیم، خواهیم دید که سازمان‌های چون لیگ کشورهای عرب اسرائیل صهیونیستی را اعتراف کردند. دولت یهود من قبل وجودها لقد صدر آن و سازمان‌های مانند آن کارهایی را که بین مسلمانان و یهودیان تقسیم کردن فلسطین را اعتراف می‌کنند قبول نمودند. این قرارها سال 1947 قبول شده بودند، یعنی هنوز پیش از به وجود آمدن اسرائیل. عندما ننظر الى الحكام، اگر به حاکمان کشورهای اسلامی نظر کنیم، می‌بینیم که آنها با اسرائیل شرطنامه‌های گوناگون امضا کردند. مع دولت یهود. عندما ننظر الى واقع الدول دولت‌های مسلمان نشین برای میانه‌روی بین یهودیان و ساکنان فلسطین تشبس‌های گوناگون پیشنهاد کردند لتتوسط بین یهود و بین اهل فلسطین. المبادرات العدیده. در پایتخت‌های این دولت‌ها پرچم‌های وجود اسرائیل بلند الوانج می‌زنند. ترفرف عاليا في عواصم هذه الدول. فكيف يكون الحل؟ پس مشکل فلسطین چگونه حل می شود؟ پس چطور امید کردن ممکن است که این دولت ها معمای فلسطین را حل خواهند کرد؟ و فی الاقصی
قبلة المسلمين الأولى. چگونه میتوان امید داشت که این دولت‌ها مشکل الاقصی را که اولین قبله مسلمانان و مکان اسراء پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد حل خواهند کرد؟ من الأنظمة القائمة ويزيد هذا الأمر تأكيدا. هر یک آدم عاقل چنین خلاصه میبرد که در این مسئله بر رژیم‌های موجوده تکیه کردن فایده ندارد. این خلاصه را راه‌های حل مشکلات که این دولت‌ها پیشنهاد میکنند باز هم قوی‌تر میسازند. مثلا ترکیه به حجروندگان و شهروندانش پیشنهاد میکند که برای کمک به گروه المرابطون در اقصی به فلسطین روند. وی آشکارا به آنها میگوید به دولت یهودیان بروید تا گروه ها را به مثل المرابطون دستگیری کنید. لتأیید المرابطین. دول اخرى تقول لا بد من دعم المرابطین. بعضی دولت ها میگویند که باید به المرابطون کمک مالی رساند. آنها مسلمانان را به رسانیدن کمک مالی به گروه المرابطون در بیت المقدس تشویق میکنند. و حکام تشجب و تستنکر. ولی خودشان تنها عمل یهودیان را محکوم میکنند و خلاص. یقوم به الحاکم. حالان که عمل یهودیان را نه فقط حاکمان بلکه معیوبانی نیز که راه گشته نمیتوانند محکوم میکنند. دول اخرى تجلد ظهور الناس. بعضی دولت‌ها یهودیان را سرزنش کرده میگویند که اگر آدمان رسوا نمیشدند الله به ما یهودیان را نمیفرستاد. اینهایند حل آنها که به ما پیشنهاد میکنند. لكن اذا رجعنا الى كتاب الله، اما اگر به کتاب الله و سنت رسول او صلی الله علیه و سلم نظر اندازیم میفهمیم که حل مسئله چگونه باید باشد. امل فی الله سبحانه و تعالی. اگر به کسانی که به الله توکل کرده فرمانهایش را اجرا می نمودند و از کسی جز الله نمی ترسیدند نظر افکنیم می بینیم که آنها راه حل این مشکلات را می دانستند. صلاح الدین چگونه حل کردن مشکل مسلمانان را می دانست. بنابراین او لشکر را آماده کرد و به الله توکل کنان فلسطین را آزاد نمود. اذن الحل عند المسلمین دین به مسلمانان میگوید که این مسئله را توسط فرستادن نیروها به فلسطین حل کنند. علاج دیگری جز این بوده نمیتواند. غیر از فرستادن نیرو به فلسطین حل‌های دیگری پیشنهاد شونده تنها فریب و گمراهسازی امت میباشند و خلاص. آنها به خاطر دور کردن توجه مسلمانان از اجرای این فرض پیشنهاد کرده میشوند. والامه كشعوب برای اجرا شدن این فرض مانع خلقهای امت اسلامی نیستند بلکه مانع اجرای این فرض خود حاکمانند. این حاکمان نمیخواهند که یهودیان را رانده مسلمانان را از استیلای آنها آزاد کنند. ای مسلمانان، آزادسازی فلسطین و پاکسازی مقدسات اسلام از نجاست یهودیان با تقسیم کردن سرزمین فلسطین با یهودیان صورت نخواهد گرفت. وليس بحل دولتين. آزادسازی فلسطین با تأسیس دو دولت در این قلمرو که یکی برای یهودیان و دولت دیگری ضعیف برای ساکنان فلسطین باشد صورت نخواهد گرفت. وجود صهیونیستی اعلان کرد که دیوار آنها را جدا کننده خواهد ساخت که از بحر سرخ تا شمال فلسطین تا سرزمین های سوریه و لبنان طول خواهد کشید. سوریه و لبنان. الحل هو بالعوده. مشکلات فلسطین تنها با تطبیق شریعت الله متعال و به جنگ علیه صهیونیستان سفربر شدن مسلمانان حل خود را پیدا خواهد کرد. رژیم‌های فعلی کشورهای اسلامی به این راضی نمی‌شوند زیرا آنها پاسبانان وفادار یهودیان میباشند. این رژیم‌ها مسلمانان را از آزادسازی کشورهایشان و از فداکاری به خاطر یکمین قبله‌گاه مسجد الاقصی منع می‌کنند. یجب ان تتوجه الجهود. محض به همین کار باید قوه‌های خود را نه فقط فلسطینی‌ها بلکه مسلمانان تمام کشورهای اسلامی روانه کنند. مشکل الاقصی مشکل فلسطین نیست بلکه آن مشکل تمام مسلمانان است. و تحریرها فرض علی المسلمین. آزاد کردن الاقصی وظیفه فرضی برای کل مسلمانان است. تا آن دمی که قوی برای آزاد کردن فلسطین کافی حاصل نشود این فرض بر دوش هر فرد مسلمان باقی خواهد ماند.
ما شما را به این دعوت میکنیم از الله متعال میپرسیم که امام مسلمانان را به ما عطا کند تا او ما را زودتر از این وضعیت رها دهد. الله متعال نمیخواهد که قدس را از نجاست صهیونیستان یک رهبر نصرانی چون جورج حبش یا نایف حواتمه و یا بهایی مثل محمود عباس آزاد کند. الله متعال نمیخواهد که فلسطین را یک حاکم دنیوی که اسلام را پسند و رعایت نمیکند آزاد سازد. کشورهای اسلامی را آدمان صالح زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله آزاد خواهند کرد. از الله التجا میکنیم که این روز را برایمان تیزاند. شما را به الله میسپارم تا بازدید در معروضه های آینده مان. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.